امروز با سبب تعمیر راه‌های واسطه‌های نقلیات در شهر دوشنبه 19 راه‌های کوچه خیابان‌های پایتخت بسته شده است که این بر رفت آمد واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان مشکلی رو می‌آورد. عین حال اساساً راه‌های مرکزی پایتخت و تعمیر فرا گرفته شدند که بر رانندگان واسطه‌های نقلیات و مسافران مشکلی زیاد پیش آورده ایستاده است، چون غیر از این راه‌ها راه‌های آلترناتیوی کمند و اگر باشند هم آنها نیز به تعمیر فرا گرفته شدند. ما از کوچه کریمان تا بروش سعدی شیروزی درازی این راه 1100 متر می باشد و پهنیش 12 متر می باشد و موافق نقشه و حرکت کرده استودیم که با همین نقشه که پیشنهاد شده کارو انجام رسونیم. 90% کاروی ما اجرا شده است و ماندگی 10% اون تا جشن می اومدگی استقلالیت حرکت کرده استودیم که تا مهلتی داده شده و همین کار رو با انجام رسونیم. انیق‌تر امروز راه‌های کوچه ساحلی از خیابان سعد شیروزی تا آخر کوچه جامی، قسم غربی کوپروک خیابان سعد شیروزی، گردش نقلیاتی کوچه ساحلی، چهارراه‌های کوچه‌های باربد، جامی، کوچه عمر خیام از کوچه ترسونزاده تا برآمدگاه خیابان رودکی، کوچه پوشکین، کوچه ناصر محمد از خیابان رودکی تا کوچه دوستی خلق‌ها، کوچه کریمان از خیابان سعد شیروزی تا تماشاوی کوچه فوچیک، همچنین راه‌های اساسی در محله‌های شفت‌الزار تا برآمدگاه گورستان شهری در منطقه مهرآباد تعمیر راه‌ها رفته ایستاده است. از جهت نزدیم تعمیر کردن راه، یعنی ما از خط سیر ما با فراون میگذره، یعنی فراون از گردش همون فراون تا آخر چوبتپه، یعنی آخر راه همون راه вообще با جوابگو نیست با هر هفته 2 هفته یک بالون نداشته. اگر همین را تعمیر میکنن به حد خوب میشه. مثال راه‌ها را ساز کرده استند، آبادی کرده استند. این برای جمهوری تاجیکستان مثال آبادی تاجیکستان خدمت بهترین است. طبق نقشه تعمیر راه‌های کوچه و خیابان‌های پایتخت باید سال 2015 به اتمام رسانده شوند.